هفته خبر تو خبر داره براتون. از ممجواد زخیم که به استبل ولایت رفت تا از دستاوردهای دولت شیخ فری دفاع کنه، اما دلواپسا ریختن سرش و شلم شوربایی شد که بیا و تماشا کن. ولی شهید سلیمانی و بنده هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم در صحبت‌های منطقه‌ای. هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو میشناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سید حسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانم، من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید. به من ذلیل گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری شجاع گفته بود. به من دروغگو گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری صادق گفته بود. وقتی ممجواد ظریف رفت مجلس، اولش نیشش باز بود و میخواست خوشوبش کنه، اما کار به اینجاها کشید. Alan! شیخ فری هم طبق معمول مشغول دروغ درمانیه و به جای اینکه بگه خودش چه غلطی کرده، مدام برای مردم نسخه میپیچه. فاصله از همدیگر این اولین اصله. مراقب این باشیم اگر یه جایی جمعیت یکم متراکم میشه و مخصوصا سرپوشیده است، دیگه از ماسک حتما استفاده بکنیم در اون شرایط. به طور مداوم هم دستمونه بشوریم. اینه دیگه، این چیز خیلی پیچیدگی نداره اصلا میکنن. اما از مردم خواهش میکنم درست کردن ماسک در خونه بسیار ساده و آسونه، یعنی همه میتونن تو خونه یه ماسک درست کنن. از اون طرف جک و جونورای عظما هم به دست و پا افتادن تا شیخ فری رو کله کنن. ببینید رئیس جمهور نظامشون رو چطوری توصیف میکنن. تمام اون خصلت‌های ننگین و کثیفی را که خلفای اموی و عباسی داشتن درش جمعه. اولین مسئلهش اینه که بی صداقته، دروغ میگه و مردم راستی و درستی حرف نمیزنه. پایه زندگیش بر اساس دروغه، چه زندگی شخصی چه زندگی سیاسی و اجتماعی است. دکتراش تقلبیه، درس حوزویش تقلبیه، عنوانش تقلبیه، بی صداقتیه، از مردم بیگانه است، از مردم متنفره. این هم یکی از دزدای مجلس ولایته که فعلا تو راهروی ورودی گیر کرده و اینجوری برای دزدای رقیب خط و نشون میکشه. نه بعد همینو نماینده میان از من سوال میکنن، آقا راست شما پرونده دارید مثلا؟ نه من نه پرونده دارم، پرونده هم داشته باشم طبعم این نیست که برم دنبال خراب کردن کسی، وگرنه این روزا هر کسی یه چیزی داره. من این جمله گفتم، الان یه دوستی بهم گفتم شاید من شیشه کثیف باشم، ولی شما دستمالتون تمیز نیست که بخواید شیشه منو تمیز کنید. حواستون باشه. خلاصه اینکه هر کس توی این نظام به فکر بخور خودشه. این زاکانی هم که تا دیروز همه جا خودش رو ضد فساد نشون میداد و فیگور افشاگری علیه مفسدین رو میگرفت، حالا توی جلسه دانشجویی خودش گیر افتاده و اینجوری مشتش باز شد. دختر شما مریم زاکانی عضو نائب رئیس هیئت مدیره شرکت است به اسم عرش، دامادتون بسیار پروژه هایی بسته با شرکت های دیگه. ما بیان با آقای زاکانی تهمت بزنیم که آقای زاکانی در اون قراردادها فساد داره. آقای زاکانی شما 4 تا هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره شما رئیس هیئت مدیره 4 تا خیریه. یعنی اصلا شما تو سایت این چیز نمایی تو سایت رسیمان هست. شما دفتر رسمیان ولایت در فاطمی 6 طبقه برای کارهای سیاسی جنابالی با کار هست. همش هم آدرس خیریتون اونجاست. خلاصه این که توی این وضعیت بلبشویی که توی نظام هست دیگه جایی واسه این حقه بازی ها نموده و هر کلکی 2 قدم بعد رو میشه.
اینجاست که باد پاسدار عباسی هم خالی میشه و به افسردگی سیاسی در بین مهره‌های نظام اعتراف میکنه. الان در جامعه یأسی میبینید یک افسردگی سیاسی. همه گروه‌ها و جناح‌های سیاسی الان افسردگی دارن. جریان انقلابی افسردگی داره چون میبینه آرمان‌های انقلاب اونجوری که می‌خواسته جلو نرفت. جریان غربگرا افسردگی سیاسی پیدا کرده، هر چی رفته به غرب نزدیک شده، مذاکره کرده، غرب نامردی کرده در حقش. و از اونجایی که این اپیدمی افسردگی ممکنه بسیجی‌ها رو بدجوری دپرس کنه، به ناگهان پاسدار عباسی لاین عوض میکنه و با بلغور کردن کلمات انگلیسی یه چنین خالیهایی میبنده. جمهوری اسلامی از مرحله دترنس و بازدارندگی رسیده به مرحله پریمپتیو و ناتوانندگی دشمن. یعنی ما ناو نمیذاریم اسکورت کنه نفتکشامونو، میفرستیم بره، میدونیم که دست بزنن یه جای دیگه جوابشون رو میدیم. یعنی دشمن دیگه ناتوانه. این پاسدار عباسی یه چیزی گفت و رد شد و بسیجی‌ها رو با این سوال تنها گذاشت که راستی جواب ترکوندن قاسم سلیمانی و انفجار نطنز رو کجا دادید؟ همینطور که در بخش‌های خبری قبلا اطلاع ما دادیم، امروز حوالی 2 خورده بامداد حادثه پیش اومد که در نتیجه خسارات مادی ایجاد شده. به حمدالله ما خسارت جانی نداشتیم، تلفات نداشتیم. سوله در محوطه باز هستش. خب در مجتمع غنیسازی شهید احمدی روشن تعداد زیادی ما سوله باز داریم. امکانات غنیسازی ما، فعالیت غنیسازی در زیرزمین انجام میشه، ولی در محوطه باز هم ما تعداد زیادی سوله داریم که این سوله ها کارهای مختلفی رو انجام میدن. این از سوله هایی بود که در حال تکمیل بود و خسارات مادی البته ما وارد شده. این هارت و پورتای آخوندی دیگه حتی بسیجی‌ها رو هم گول نمیزنه. این روزا روزای رو شدن دست آخوندا و قدرت نمایی‌های پوشالیشونه. یه چیزی تو مایه‌های این بابا که اینجوری دستشو رو میکنه. It's the one place I can let my guard down. It's where I can just kick back and be totally comfortable in my own skin. Rocket Mortgage understands that home is where I can be myself. And that feels pretty darn good. Oh. You got this. Take it. Okay, all right. Good job. مشنگستان این هفته رو با شیخ فری شروع میکنیم که تنها وعده‌ای که داد و محقق شد این بود. امسال سال 94 93 نیست، 92 نیست، 91 نیست و سال آینده 95 خواهد بود. این هم پاسخ موزیکال یک هموطن لور به شیخ فری و دروغ‌های شاخدارش. آقا حسن روحانی با کلید طلایی دروگر خلاری واندمون به گلایی نقن داریم نچایی نتاک داریم نسایی روغن ناریم سیمایی افتایی مده گلایی تحریم اقتصادی رفتی به خان ملت دروغ گفتی به امت دیاناری لیاقت روحانی بی عدالت تدبیر تو امیدت کلیدی به جیبت دروغ نگو به دینت آقا حسن روحانی این بابک زنجانی و رحیم مشایی دوزی کنن میلیاردی وندمون به گدایی. یکی از وعده‌های شیخ فری رونق اقتصادی بود که این روزا با قیمت عجیب و غریب دلار و گرانی مرغ حسابی عملی شده. هنوز چند روزی از خبر افزایش قیمت تخم مرغ نگذشته که این بار خبر پرکشیدن قیمت مرغ بازار را ملتهب کرد. امروز چرا اینقدر شلوغه؟ نمیدونم، حتما مرغ گیرون شده دیگه، شلوغه. حسابی نیست، هر جور دوست دارن قیمت میارن. حالا یکی میتونه بخره، 10 تای دیگه نمیتونن. مرغ امروز چند؟ کیلو 20100. اینم حال و روز مرغ و خروسا بعد از شنیدن خبر افزایش قیمتشون.
دایناسورای عمامه دارم از ترس خشم مردم در حال ماستمالی کردن گرونیا هستن و هر کدومشون یه روزه‌ای میخونن. مثلا این امام جمعه اصفهان حرفش اینه که این گرونیا طبیعیه و مبادا اونا رو به عظما نسبت بدید. با همه این سختی‌ها، با همه این مرض کرونا که آمریکا رو فلج اقتصادی کرده، حالا ما میخوایم هیچی گرون نشه، ارزون نشه، یا مقصر رو یک کسی و ته قصه هم بگیم اصلا رهبری. اینا قبلا سیاستشون معلوم بوده و مورده سیاسی هن. حالا گاهی آفتاب بهشون میکنه، جون میگیرن، یه حرفایی میزنن، اینا رو باش توجه داشته باشه. جنتی لعنتی هم آب پاکی رو میریزه رو دست همه و میگه مسئول گرونیا خداست. مدیر و مدبر این عالم خداست. گرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خداست. یکشم گرانیه به دست خداست. از اونجایی که آخوندا بد جوری به پیسی خوردن، دنبال اینن که هر طور شده مردم رو بتیغن. یعنی بعد از جنگلخواری و کوهخواری و فروش ایران و دریای خزر، حالا به فکر فروش حرم افتادن. صحن حضرت زینب سلام الله علیها مابین حرم امام حسین و خیمگاه سید الشهدا یک صحن بزرگی در حال ساخت است که ملت مؤمن ما و اهل بیت دوست ما همیشه مشارکت کردند در ساخت عتبات عالیات و این افتخاری برای ما ایرانی ها به عنوان محبان اهل بیت. یه طرحی رو این دوستان دارن اجرا میکنن و اونم اینه که هر نفر یک سهم 1 متر مربع رو برای خودش بخره به میزان 4 میلیون. این 4 میلیون رو هم شما نقد نمیخواید بدید. این طور که پیداست این روزا بد جوری دخل و خرج آخوندا به هم خورده. این هم یه وضعیت شماتیک از نسبت دخل و خرج رژیم. حالا تو همین وضعیت انبوهی خرج کردن تا پاسدار کودک کشی به نام قاسم سلیمانی رو با انواع و اقسام شامورتی بازی‌ها و قصه بافی‌ها یک شخصیت کودک دوست جا بزنن. کتاب من قاسم سلیمانی هستم کودکانه‌ای بزرگ است که مراحل مختلف زندگی حاج قاسم را از تولد تا شهادت، از زندگی ساده در روستا تا فرماندهی عملیات‌های بزرگ با زبانی ساده و روان حکایت می‌کند. طوری برنامه‌ریزی کردیم که یک پیام یا یک صفحه‌ای از زندگی پربار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو برای بچه‌ها به تصویر بکشیم. خب اینجا اون مسجد محل سکونت سردار هست. اینجا این بچه‌ها رو که می‌بینید در کنار چشمه در آسایش و امنیت دارن زندگی می‌کنن مرهون تلاش و فداکاری و جانفشانی‌های سردار سپهبد شهید سلیمانی و همرزمان ایشان در منطقه جنوب شرق کشور هست. این اثر در این حال اشارتی است به ارتباط حاج قاسم سلیمانی با کتاب و رفت و آمدهای ایشان به زادگاه است. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی یک نقاش ماهر جلب می‌کنیم که از کودکی تا پیری رو اینطوری به تصویر کشیده.